قراره توی این ویدیوی باحال زیبایی بازیگرای مرد ترکی رو محک بزنیم. راستی اگه اونا زن بودن چه شکلی می شدن؟ روی دکمه عضویت بزنید تا با هم چهره زنونه بازیگرای مرد ترکی رو ببینیم. Can Yaman، Burak Özçivit، Akin Akinoğlu، Barış Arduç، Kıvanç Tatlıtuğ، Çağlar Ertuğrul، Khaled Ergenç، Alp Navruz، Burak Deniz، Çağatay Olsuy، Onur Tuna، Engin Akyörek، Tulgahan Sayışman، Burak Gulsuy، Erkan Petekaya، Murat Yildirim، İbrahim Çelikol، Kerem Bursin، Onur Saylak. به نظرتون کدومشون اگه زن بودن زیباتر بودن؟ اصلا شبیه کی شدن؟ کدومشون با نمکتره؟ نظرتون رو برامون کامنت کنید.